مسجد چه ضرورت است؟ چه ضرورت از مسجد؟ تو پول زکات میگیری به مسجد مصرف میکنی. بعضیا میگه مسجد احترام میکنه، مسجد جور میکنه، لیکن فقیرا را دلش میرنجانه. بعد مولانا میگه آن مجاز است این حقیقت ای خران. اون مسجدی که میبینی خب مجازی است، حقیقتا مسجد دل فقیره، دل نیازمنده است. نیست مسجد جز درون سروران. کی میگه یا مولانا میگه. مولانا خود دین شناسه دیگه. یکی از بزرگان میفرمود که در یک قریه میبینید 10 تا مسجده. چند تا مسجد؟ 10 تا. ای تو مسجد ماشاءالله باز زیاد جور میکنه افغانستانیای ما و شما. 10 تا مسجد. دمی قرایی رفتیم یک مسجد بسیار با یک پول هنگفت جور شده بوده، لیکن جارو نکردگی، گرد و غبار چسبیدگی، به داخلش فرشاش خراب شده، در بین خاکا مظلوم و غریب شده. یک مسجد خوب جور شده بود اگر نمونجا. لذا او پول میلیون دلار به او تا مسجد مصرف کردن، او را به اختیار یک کس بان که او بتانه به کجا مصرف کنه، دین و دنیای تو را جور کنه دیگه. میگفت 10 تا مسجد در یک قریه چی میکنی؟ 8 تاش باشگاه ورزشی جور کن، 2 تاش مسجد جور کن. از دانشمند علما بود شیخ پردل، محمد صالح پردل، خدا حفظش کنه. ای اهل درد ای. مخور بی دل فریبی زهد از امامه زاهد، که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار میپیچد. حکمت از قطع و بریدی جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. علم و فن را ای جوانی شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ. لباس نه مغز بکار. مغز داری یا نداری؟ سلطت چی کنم؟ مغز داری یا نداری؟ کی میگه ایگا پا؟ اقبال میگه حکمت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دخترانی بی حجاب. او طرف هم میگه نه باز نیز سحر ساهرانی لال روز، نیز اوریان ساقی و نی قطع موس. هم تو این طرف هم میگه دیگه. دیروز یک گپ جالبه کی میگفتم، موسینی، آصف موسینی یک شیعه بود بسیار مگم خوب آدم بود، خدا بیامرزش. شیعه خوبم زیاد است، سنی خوبم زیاد است. شیخ صاحب پردل میگه که تو 10 تا مسجد جور کردی، لیکن تو هنوزم بچه تو به مواد مخدر آغشته است، بچه تو افسرده و پژمرده است، بچه های تو فعلا معتاد و نشه است، بچه های تو به کوچه ها بالاخره به سر خیابان ها سیگریت و ناسوار و مواد الکلی استفاده میکنه. 10 تا مسجد هم داری، چی کنو میره؟ میگه 10 تا را 8 تاش خراب کو، باشگاه جور کو، کمینا رو از اونجا جمع کو، به باشگاه بیار، یک دو ورزش بیاره. این که دو ورزش آمد از معتادی خلاص میشه، از گیم خلاص میشه، از برادر جان کل کوچه نشینی و خیابان نشینی خلاص میشه. این فکرش جمع میشه، بدنش سالم میشه، باز او را نمازم خواننده میتونی، به او عقیده هم یاد داده میتونی. حالا از این معتاد چی جور میشه؟ این گپش ای توست شیخ پردل. تا پردل تا گپش فهمیدن هم 100 فتوای کفر به او داده میشه. بسیاری ها فتوا می و منهم بعضی از منافقین من کسانی هستند که یلمیزو که فی الصدقات، تو را مسخره میکنن، طعنه میزنن درباره بیت المال که چرا عدالت نمیکنی، بیت المال برابر تقسیم نمیکنی. الله میگه این اوتو منها رضوا، اگر داده شود به اونا یک چیزی پول و مالیات، رد و خوش میشن. و ان لم یؤتوا منها، اگر از این بیت المال و پول که نتی، اذا هم یسخطون، بعد پشت سر خشم کرده، غضب کرده، غیبت کرده میگردن که به ما سهم نمید. الله می فرماید ولو انهم رضوا، اگر اونا خوش باشن، ما آتاهم الله، با چیزی که خدا داده و رسول و پیغمبر، و قالوا می گفتن حسبنا الله، خدا به ما بس است و کافی است، سیؤتینا الله من فضله، به زودی میده به ما خدا از فضل خود، و رسول الله میده. انا الی الله راغبون، ما به سوی خدا رغبت و شوق و ما مال و مادیات نمیخوایم. اگر ایتو میگفتن بهتر بود، لیکن ایتو نمیگن. از خدا نمیخوان، از کی میخوان؟ از بنده میخوان. انما الصدقات، یقینا مال بیت المال و زکات، للفقراء بری مستمنداست، والمساکین بری مسکیناست، والعاملین علیها بری کارگرا و
امو عاشرا و اونمو اسکرای موظفی که عشر و زکات و مالیات جمع میکنن، برای همونا و المؤلفه قلوبهم، برای همو کافرای کلان کلانی که به خاطر به دست آوردن دلشان، و المؤلفه قلوبهم، کافرای کلان کلانی که به خاطر به دست آوردن دل اونا یگان پولای کلان به اونا داده میشد دو زمان که اونا کمی چون ماده پرستن به خاطر این پول کمی به طرف اسلام مائل شون یا حداقل دست از توطئه و پلان بکشن. او را با پول رسول الله مصرف میکرد که حداقل از امو شیطنت خود دست بکشه. بعدا که قدرت آمد و زمان حضرت عمر شد دیگه مؤلفه قلوب هم خلاص شد. حالا خو اسلام آمده، قدرت اسلام، شوکت و هیبت و صلابتش آمده، دیگه نیازی نیست که دل اونا را به دست بیاریم یا شمشیره یا قبول کننگم. الله می فرماید و فر رقاب، و دیگه به خاطر پول زکات به خاطرش از خلاص کردن گردن غلامایی که بیچاره غلام است پول نداره که خدا خلاص کنه، زکات پولش به او بیتی که خدا خلاص کنه. و الغارمین، به خاطر قرضدارا مفلس شده قرضدار پول زکات بیتی که قرضش خلاص کن. و فی سبیل الله، و دیگه در منافع عامه و راه خدا. سبیل الله یعنی راههای چی عام المنفعه، د پول و پولچک و کلینیک و این دمیت یک جایا یا مدرسه های به یک نفر او را هم داده قبض بکنه، او به اونجا مصرف کنه، به مسئول و متولی که همین کار میکنه به او داده شوه، او قبض کنه همو پوله باز در اونجا چی کنه مصرف کنه. تا قبض نشوه چی نمیشه. زکات قبض کردن بکاره. حالا تو میگی به مسجد زکات دادم، زکات نمیشه، باید به یک فقیری که متولی مسجده به او داده شوه، او یک دفعه بگیره باز او به مسجد گویا که هبه و هدیه و بخشش کردگاری مصرف کنه.